در آیت 30 سوره انفال مطلب سوم است که صفات زشت دشمنای توحید بیان میکنن. دشمنای توحید چی صفات دارن؟ ما شما گفتیم که ببینید قرآن عظیم شان القرآن كله فی التوحید. قرآن کلش درباره توحید است. چرا کل قرآن درباره توحید است؟ به خاطر ازی که تو موحد شوی قرآن کلش درباره توحید است. چه قسم کل قرآن درباره توحید است؟ به خاطر ازی کل قرآن درباره توحید است که اول 3 اصل در مورد الله را برات معرفی می. الله را برات معرفی میکنه. چه قسم توحید در ذات، صفات، افعال، عبادت، حکم، نامهای الله. 1. 2. حقوق توحید را برات معرفی میکنه. مربوط الله است که وقتی که تو موحد هستی الله را با وحدانیت شناختی حق توحید است. حق توحید چی هست؟ حق توحید چی هست؟ حق توحید این است که اوامر الله را اطاعت بکنی، نواهی الله را اجتناب بکنی. این 2 تا را بیان کرد. 3. لوازم توحید برات بیان میکنه. لوازم توحید چی است؟ لوازم توحید دوستی با دوستای الله، دشمنی با دشمنای الله. این چی را میگن؟ این ولا و برا میگن. هر کسی که دوست الله هست او دوست تو هست، ولی تو هست. هر کسی که دشمن الله هست او را باید دشمنت بگیری. این 3. 5 چیز دیگر درباره موحد اهل توحید بیان میکنه. معرفی کرد موحده و شما صفات موحدین بیان میکنه و قصه های موحدین. قصه بدر، قصه موحدین هست. 313 یا 315 یا 318 نفر از موحدین هست. معرفیشان میکنه، صفاتشان را بیان میکنه. صفات اهل توحید، قصه های اهل توحید، نتایج دنیویشان که کامیاب شدن، نتایج اخرویشان بیان شد. بعد از او آمد صفات دشمنای توحید بیان میکنه که معرفی میکنه دشمن توحید، صفاتش بیان میکنه و قصهش بیان میکنه و نتیجه دنیوی، خسارت دنیویش و خسارت اخرویش. حال اینجا بیان صفات دشمنای توحید هست. اول صفتشان چی است؟ که دشمنای توحید همیشه برنامه هایشان برای دسیسه سازی است. هر برنامهش برنامه غلط است. برنامه دشمنای توحید چی است؟ به ضد پیغمبر، به ضد دین الله، به ضد مسلمان ها، به ضد قرآن، به ضد سنت. این یکی از صفات دشمنای توحید است. باید اینو بفهمید. و اذ یمکر بک الذین کفروا، و هنگامی که بر تو برنامه ریزی کردن، دسیسه کردن کافران، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. 3 برنامه را ساختن. گفتن یا پیغمبر بندی میکنیم، دستا و پایش بسته میکنیم، در قلعه تو زیرانه ها را پیش بپرتیم، بندیش میکنیم. او یقتلوک، یا قتلش میکنیم. او یخرجوک، یا خارجش میکنیم که در این منطقه ما نباشه. این برنامه های دشمنای الله بود و رسول الله صلی الله علیه و این در هر عصر است. یا مسلمان بندی میکنن، یا بر کشتن مسلمان برنامه میسازن که بکشن، و یا هم مسلمان مؤمن موحده میخوان که از منطقه و خانش بکشنشن. و یمکرون، الله متعال میگه که اینا برنامه ریزی میکنن. و یمکر الله، و الله متعال برنامه ریزی میکنه که تمام برنامه های از اینا را خنثی بکنه. اینی و یمکر الله و الله خیر الماکرین، و الله بهترین برنامه سازا هست. اینجا ما و شما باید یکی از صفات الله را بفهمیم که صفات مقابله گفته میشه. صفات الله در قرآن عظیم شان چند قسم بیان شده. بعضی صفات به شکل اسماء و صفات است. اسماء الله الحسنا است. الرحمن صفت رحمت، الرحیم صفت رحمت، التواب صفت توبه پذیری، الکریم صفت کرم و بخشش. این اسماء اول به شکل چی است؟ به شکل اسماء و صفات است. بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی به شکل یک جمله، به شکل یک فعل بیان شده. یخلق و یرزق و یحیی و یمیت. این 2 قسم صفات است. بعضی صفات الله به شکل مضاف و مضاف الیه بیان شده. مثلا عالم الغیب و شهاده، ذو الجلال و الاکرام. این قسم. بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی به شکل یک اسم صفتی بیان شده. رحمت الله، غضب الله، اینا کس ایچ هستن. بعضی از صفات الله است که الله از او خبر داده. مثلا وجه الله، روی الله، ید الله، دست الله، ید الله فوق ایدیهم. پس این صفات اخباری هست. چند قسم شد این صفات؟ 6مین قسم صفات مقابله هست. صفات مقابله چی است؟
که این چه توقیفی علما میگه در صفات مقابله همین قسم که استعمال شده در مقابل دشمن استهزا میکنه، الله در مقابلش اونا رو به استهزا میگیره، خودشان رو رسوا میکنه. این صفت مقابله میگه. متوجه هستین؟ به همین شکل مثلا اینجا هم دشمن برنامه ریزی میکنه و یمکرون و یمکر الله، و الله سبحانه و تعالی برنامه ریزی میکنه، تمام برنامه های از اینا را خنثی میکنه. والله خیر الماکرین. این کدام صفت الله هست؟ این صفت مقابله گفته میشه. و این کسی میفهمه که قرآن بخونه و عقیده توحیدی خدا از قرآن از نشان بگیره. پس یکی از صفات دشمنای الله چی بود؟ برنامه ریزی منفی. صفت الله چی است؟ برنامه ریزی مثبت است که این برنامه منفی مکارانه و برنامه دسیسه سازی از اینا را خنثی میکنه. پس دشمنای الله همیشه به فکر ازی هستن که مسلمان ها را چه قسم بندی کنن، چه قسم بکشن، چه قسم از سرزمینشان اینا را بکشن. این برنامه های دشمن است. همیشه اینا چی میکنن؟ برنامه ریزی غلط میکنن. صفت دومشان چی است؟ ادعای دروغی هست. همیشه دشمنای اسلام ادعای دروغ میکنن. همیشه میخوان که مردم فریب بدن. و اذا تطلع علیهم آیاتنا، وقتی که برشان آیات ما الله میگه که تلاوت شود، قالوا قد سمعنا، ما شنیدیم، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما هم خواسته باشیم مثل این قرآن میگیم. این ادعای دروغ نیست. باز که کلشان جمع بشن نمیتونن که یک آیت قرآن بسازن. میگه لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما خواسته باشیم مثل از این قرآن ما هم میتونیم بگیم این هذا الا اساطیر الاولین، این که از این افسانه ها هست. این ادعای غلط دشمنای الله هست. سوم صفت دشمن زشت باطل صفت زشت دشمنای توحید چی است؟ که همیشه اهل حق باطل معرفی میکنن. همیشه اهل حق اینا باطل معرفی میکنن. وقتی که مجاهد جهاد کرد، اهل باطل چی میکنن؟ این مجاهد منفی معرفی میکنه. این تروریست است، این دهشتگرد است، این احمق است، این اشتباه میکرده، این غلط کرده، این مردم در جنجال انداخته، این فلان است، این فلان است، این فلان است، فلان است، این اشرار است. این چی هستن؟ این کلش حق اینا چی میکنن؟ اهل حق باطل قرار میتن، اهل باطل قرار میتن و حق باطل میگن. عادت دشمنای اسلام است. ببین الله متعال میگه و اذ قالوا، و هنگامی که همین دشمنای الله گفتن اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، اگر این پیغمبر و این لشکر پیغمبر از جانب تو حق باشه، فامطر علینا حجارة من السماء، پس بالای ما یک بارانی از آسمان ببار یا الله. یعنی اینا به نظر شد که اینا اهل حق نیستن، اینا باطل هست. اگر حق باشن یا الله ما حق هستیم، ما بنده های خوب الله هستیم. شرک یا میکردن، بت پرستی اینا میکردن، قبر پرستی اینا میکردن، جنایت یا میکردن، دخترها رو زنده به گور اینا میکردن. متوجه سکو عیب هایشانه. تمام با این شرکی که اینا داشتن، بی ادبی و بد اخلاقی در اطراف کعبه برهنه طواف میکردن، زنایشان بی ستر و بی حیا، خودشان شراب و زنا و گناه و به این مبتلا بدن. با وجود از هم اهل حق چی میگن؟ باطل میگن. باز میگه که اللهم ان کان، ما مسلمان هستیم، به الله دعا میکنن که اگرچه که مشرکین عادت دارن به الله، یا اللهم یا الله ان کان هذا هو الحق، اگر این پیغمبر و این صحابه حق باشن از جانب تو باشه، فامطر علینا حجارة من السماء، بالای ما از آسمان سنگ بباران، یا بر ما یک ائتنا بعذاب علیم، یا بر ما یک عذاب دردناک میاد. همیشه فکرتان باشه که انسان‌های باطل که هستن اونا خدا چی فکر میکنن؟ همیشه بدعتکار خدا به حق فکر میکنن. همیشه مشرک خدا موحد فکر میکنه. در شرک مبتلا هست، اهل توحید بد میگن، خدا میگه که نه مخوب هستن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه هیچ وقت سر عمل خود، سر افکار خود، سر عادات خود و سر اعمال خود هیچ فکر نمیکنن. اگه فکر بکنن که من چی کردم، چقدر در کنار کافرها ایستاد شدم، چقدر از کافرها دفاع کردم، چقدر مسلمان ها را میکشم، چقدر جنایت میکنم، چقدر به نام اسلام استفاده میکنم، چقدر مثلا در شرک مبتلا هستم، چقدر در بدعت مبتلا هستم، چقدر مخالفت قرآن میکنم، چقدر مخالفت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم، چقدر
صفات منافقین در وجود ما است، چقدر صفات مشرکین در وجود ما است، چقدر صفات دشمنای یهود و الله که یهود و نصارا است در ما وجود داره. اگر سبی صفات خود فکر بکنه خود به خود میفهمه که والا من خود باطل هستم، توبه میکنم. لکن اینها سر صفات خود فکر نمیکنن. ابو جهل، ابو لهب، دشمنای الله، با وجودی که در شرک مبتلا هستند، در کفر مبتلا هستند، بت پرستی میکنن، قبر پرستی میکنن، مخلوق پرستی میکنن، جن پرستی میکنن، ملائکه را دخترای الله میگویند و دشمن الله و رسولش هستند، با وجود هم خدا چی فکر میکنن؟ اهل حق فکر میکردن. و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای دشمنای الله خو ای دعا را میکنن، لکن الله اینا را عذاب نمیکنه وقتی که تو هستی. تو رحمت للعالمین هستی، تو رحمت الله هستی. در بین از اینا تا وقتی که تو هستی، سر از اینا غضب الله نازل نمیشه، ولو که اینا در باطل هستن. الله برشان فرصت میده. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. و الله تعذیب نمیکنه در حالی که بنده هاش استغفار بکنه. پس انسان همیشه باید زبان به استغفار داشته باشه. چهارمی صفت دشمنای الله چی است؟ که اینا ممانعت است، همیشه از مسجد، از بیت الله، از دین الله، از نماز به طریق رسول الله ممانعت میکنن. و ما لهم الا یعذبهم الله. چرا اینا را الله عذاب نکنه؟ و هم یصدون عن المسجد الحرام. اینا مانع مسجد الحرام میشه، مسلمان ها را به مسجد الحرام نمیمونن. و ما کانوا اولیاءه. اینا دوستای الله نیستن. این کسایی که مثلا به بیت الله مثلا یک چراغ میسازه و دیوارایش میسازه و تعمیرش میسازه و میگه که ما اولیای الله هستن، الله میگه اینا اولیای الله نیستن. این اولیاؤه الا المتقین. اون اولیاء الله کی هستن؟ دوستای الله متقیان است. این حالا بسیاری کسا ببینید والا یک کسی هست 40 سال لباس نپوشیده، یک ولی الله هست. این برهنه بی حیا، این ولی الله هست. الله میگه که این اولیاؤه الا المتقون. ولی الله کسی هست که این تقوا داره، ایمان دارد، موحد هست، عقیده توحیدی داره و از الله میترسه و حکم الله را تطبیق میکنه و شریعت الله را سر خود تطبیق میکنه. این حال بسیاری کسا. والا یک کسی را دیدیم که دول میزد، دولکی بود، این بسیار ولی بودی، قبرش از دولکی بابا سازنده ولی هست. اگر این ولی دوست الله می بود ساز میزد، دی فسق مبتلا می بود. این حاله اونا وقتی که مثلا فلانی نفر ولی الله هست، مثلا در فلانی مجاور فلانی زیارت هست، این اگر دوست الله می بود این کارا میکرد، گدایی میکرد، خیرات میتلید، ترک دنیا میکرد، قسم کثیف و نجس خدا نگاه میکرد، تقوا میکرد، عبادت میکرد، به خاطر دین الله حرکت میکرد. الله متعال میگه که اینایی که مثلا خدا چی میکنن با تقوا میگن، الله میگه این اولیاؤه. الله تعریف میکنه اولیاء الله را، میگه کی هستن؟ این اولیاء نیست اولیاء الله. کل از اینا که ادعا میکنن ولایت، اینا ولی الله نیستن، فقط الا المتقون، بغیر از متقیان. انسانی که تقوا داشت، ایمان، توحید، عبادت، اطاعت الله، اینی ولی و دوست الله است. ولکن اکثرهم لا یعلمون. لکن اکثریتشان نمیفهمند. پنجمین صفت زشت دشمنای توحید چی است؟ بدعت و بی‌ادبی در عبادات است. بدعت انداختن و بی‌ادبی در عبادات است. اگر عبادت میکنن، با چی عبادت میکنن؟ دشمنای توحید الله متعال میگه و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء. عبادت کردن و نماز خواندنشان میگن ما چی میکنیم؟ ما در بیت الله میخوایم عبادت بکنیم، نماز بخونیم. چه قسم نماز میخوانن؟ اشپلاق میکنن. مکا چی رو میگن؟ میگه یک انگشت با یک انگشت که دادن خونیم اون اشپلاق کرده میره، اشپلاق کرده میگن. و تصدیه و چک چک کردن هست. عالی اشپلاق کردن و چک چک کردن که است، این بی‌ادبی در مقابل الله هست. یک بدعت خطرناک است در عبادات. الله متعال میگه قد افلح المؤمنون. یقینا که کامیاب شدن. کی کامیاب شد؟ مؤمنای موحد کامیاب شدن. چه قسم صفات داریم مؤمن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. در نماز خود بسیار خشوع دارند، در عبادت خود بسیار خاشعانه، با تواضع، با بسیار عاجزی در مقابل الله هستند. اما
بدعتکارا و دشمنای الله چی صفت دارن؟ چک چک میکنن، رقص میکنن، خیز میپردن، اشپلاق میکنن، بدعتها را در عبادت الله داخل میکنن. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. باز الله متعال میگه شما عذاب بچشین به خاطر از اینکه شما هم کافر میشین و هم کفران نعمت میکنین. ششم صفت زشت از اینا چی است؟ مال خود به خاطر ممانعت از دین الله مصرف میکنن. استغفر الله. مال خود مصرف میکنن تا که به ضد دین الله کار شود. مال خود برای بدعت کار میدن، مال خود برای مشرک میده، مال خود برای کافر میده، مال خود برای کسی که منافق میده، مال خود برای ساز و موسیقی و گناه ها و قمارخانه و دیگه چیزا مصرف میکنن تا از دین الله مردم منصرف بسازن. ان الذين كفروا والله متعال میگه یقینا کسایی کافر شدن ينفقون اموالهم، مالهای خود مصرف میکنن لیصدوا عن سبیل الله، تا مانع راه الله شوند. مال خود به ضد جهاد مصرف میکنن، مال خود برای موسیقی و ساز مصرف میکنن، مال خود به خاطر اغراض دنیوی و نفسانی خود. فسینفقونها، زود این مال خود مصرف میکنن. ثم تكون حسرتا، باز ثم تكون عليهم حسرتا، باز همین مالشان برشان چی میباشه؟ حسرت و پشیمانی میشه خودشان وقتی که روزی که عذاب ببینن. ثم یغلبون، بعد از اینا چی میشن؟ با حسرت برشان پیدا و اینا مغلوب میشن. والذین کفروا، این خود دنیا مغلوب و حسرت در دنیا نصیبشان میشه و در آخرت و جزایشان چی است؟ والذین کفروا الی جهنم یحشرون، و کسایی که کافر شدن الله متعال میگه اینا به جنت به دوزخ حشر میشن، جمع میشن. دیگه هفتمی صفت دشمنای توحید چی است؟ خباثت و منافقت است. خبیث هستن، منافق هستن، دروی هستن، مردم فریب هستن، جنگ تبلیغاتی و جنگ فکری میکنن تا مردم مثلا در لباس دوست میخواین کار دشمن بکنن. این صفت از اینا هست. پس این جهاد برای چی هست؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا که الله متعال فرق بکنه بین منافق و مسلمان حقیقی. بسیاری وقتا منافقین در بین مسلمان ها داخل میشن. سهل کنی میگه لکن روزش که آمد، سختی ها آمد، مشکلات آمد، اینه باز ببینه که منافق معلوم میشه. منافق باز بیرق خدا معلوم میکنه تا که تمیز بکنه الله بین خبیث منافق و یجعل من الطیب نسبت به مؤمن واقعی و یجعل الخبیث بعده على بعد فیرکمه جمیعا، تا یک خبیث بالای خبیث دیگه حزبای از اینا جور شود، حزب منافقین، گروه منافقین کلشان فیرکمه جمیعا، کلشان یک جای شوند. فیجعله فی جهنم، باز الله متعال کل از اینا را نابود در جهنم داخل کنه. اولئک هم الخاسرون، اینا خسران کننده ها هستند. هشتمی صفت زشت دشمنای توحید چی است؟ ادامه باطل پرستی. به می باطل پرستی خود ادامه میتن. الله متعال میگه قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم للذین کفروا، بر کسایی که کافر شدن، ان ینتهوا یغفر لكم، اگر اینا ترک بکنن این دشمنی خود با الله و رسولش، یغفر لهم ما قد سلف، چیزی که گذشته کردن اوش الله برشان میبخشه. و این یعودو، اگر اینا باز برگشت کردن، فقط مدد سنت الاولی، با سنت الهی در مورد کافرای سابقه خود گذشتن، اما قسم برشان جزا میدن. الله متعال میگه و قاتلوهم، شما با امرای دشمنای الله جهاد بکنین، حتی لا تکون فتنه، تا که کفر نابود شو و از بین بره، تا که فتنه کفر نباشه. و یکون الدین کله لله، کل دین مخصوص الله باشه. با جهاد بیرق اسلام بلند میشه و حکم الله می باشه، فتنه کفر نیست. و این انتهوا، اگر اینا از این کفریات خود دوری کردن، از این مخالفت با اسلام دوری کردن، فإن الله بما یعملون بصیر، الله به اعمالشان بصیر هست. و این تولوا، و اگر شما مسلمان ها، و این تولوا، و اگر اینا روی گشتاندن، پس شما مسلمان ها فعلموا، بدانید که ان الله مولاکم، اگر اینا منافقین از شما روی گشتاندن، دور شدن، منافقت کردن، صف خود بردن، جدا کردن، شناخت نشانن، دیگر روی گشتن از شما بفهمید که الله مولا و دوست حقیقی شما هست. نعم المولا و نعم النصیر، بهترین دوست الله هست
و بهترین نصرت کننده الله است. الله دوستی ما و شما را دوست خود قبول بکنه و ما را در دوستی خود بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.